قطعه شعری میخونم تحت عنوان آخوند که البته منظور آخوند این دوران هست و نه همه دوران ها. کیست آخوند؟ مردکی در یک عبا، بی حیا، بیکاری، پرمدعا. نان بیاری خورد از بهر دین، هرچه میگوید فریب است و دغا. هست دانشمند در هر رشته‌ای، گو زمین و آسمان پیوسته‌ای. از اتم گوید همی از کیک زرد، هم ز سنگین آب و هم از آب سرد. او همی آگاه است از اقتصاد، چون که می باشد خودش ام الفساد. گرچه سربازی نرفته هیچگاه، او شده فرمانده کل قوا. گرچه دانشگه نرفته هیچ وقت، گشته دکتر آن رئیس نیکبخت. او بخواهد رهبری را در جهان، گرچه منفور است به نزد این و آن. نیست جایی کو نباشد اندر آن، طالب جاه است و صدر هر مکان. هم به دانشگاه و هم مکتب سر است، هم به دولت هم به مجلس مهتر است. در نهایت در همه علم و فنون، از زمان خلق آدم تا کنون، او بود آگاه و دانشمند نیک. او بود آگاه و دانشمند لیک، جاهل است در علم دین بسیار نیک.